خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک، زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. فصل پنجم. استالین آباد، دوشنبه. به استالین آباد بازگشتم. استاد عینی دیگر نبودند. من می توانستم به مسکو بازگردم و به کار اتفاق نویسندگان ادامه دهم، ولی نخواستم وصیت و خواهش استاد را صرف نظر نمایم. از روی موافقه قبلی از استالین آباد به رهبریت اتفاق نویسندگان SSSR عریضه فرستادم تا مرا از وظیفه مشاوری معاف دارند. از روی فرمان اکادمی از 1 سپتامبر به وظیفه خادم کلان علمی شعبه دستنویس‌های شرقی تعیین شدم. شعبه هنوز در وقت زندگی استاد عینی تشکیل شده، راهبری آن را کمال عینی که 1 سال پیش در لنینگراد رساله نامزدی دفاع نموده بود در عهده داشت. شعبه ما هنوز جای معینی کار نداشت. غیر از من و کمال عینی باز 2 خادم علمی در شعبه کار میکرد. سعدالله تاج‌الدینوف، سابق کتابدار انستیتوت زبان و ادبیات، اندری یولمپویچ ماجی، ختم کرده فاکولته شرقشناسی تاشکند در سالهای 1930. مشاور علمی پروفسور سیمیانوف بود. در وقتی به کار تعیین شدنم، پرزیدیوم اکادمی شرط گذاشت که نیم سال اول با تحریر باب‌های تألیف شده تاریخ ادبیات شوروی تاجیک مشغول باشم، زیرا در شعبه ادبیات شوروی تاجیک غیر از مدیر شریف جان حسین زاده کارمند علمی عنواندار نبوده است. هنوز به کار اکادمی شروع ناکرده و مرا به کمیته مرکزی حزب کمونیستی دعوت کردند و فرمودند که در ردیف ترجمان‌های با تجربه تاجیک و تحریر جلدهای اثرهای لنین شرکت کنم. عذرهای من قبول نشد و بعد از 15 روز به پرزیدیوم اکادمی نسخه قرار بیروی کمیته مرکزی حزب آمد که فلانی به مدت 4-5 ماه به فیلیال تاجیکستانی انستیتوت مارکسیسم لنینیسم برای تحریر اثرهای لنین سفربر می شود. اجرای قرار حزب کمونیستی برای همه واجب بود و من به اصطلاح لام میم نگفته به اختیار انستیتوت مارکسیسم لنینیسم گذشتم. اینک از آمدنم 1 ماه نگذشته معنای تعبیر استاد عینی قحط الرجالی کمادمی رسپوبلیکا را فهمیدم. دیرکتور انستیتوت مارکسیسم لنینیسم تاجیکستان نبیجان پاچاجانوف از خادمان پیشقدم حزبی و کارمند سابقه‌دار مطبوعات تاجیک بود. وی آدمی نرم و رفیق مهربان بود. در تحریر و ترجمه ادبیات سیاسی و آثار استالین و لنین بعد از حبس و تبعید نسل پیشینه مثل معروف رسولی و سید رضا علیزاده، پاچاجانوف از شخصان با تجربه و معتمد مقامات حزب محسوب می شد. با این شخص در همین انستیتوت شناس شدم و در جریان کار با هم دوست و قدردان هم گشتیم. در انستیتوت برای تحریر اثرهای لنین حبیب احراری، عبدالسلام دیهاتی و ساتیم اولوغزاده نیز مأمور شده بودند. ترجمه اثرهای لنین اساساً به مترجم نامدار امانوئل ملاقندوف و حبیب احراری واگذار می گردید. ملاقندوف شخصی نهایت فاضل بود. زبان و ادبیات روس را خوب می دانست. در زبان و ادبیات تاجیک از جمله آثار ادبیات گذشته وقوف کامل داشت. از بس که دانش او در زبان بیشتر از روی کتاب بود و در آگاهی از زبان گفتگوی مردم کمتر تجربه داشت، ترجمه هایش کم شیره و در باطن خشک‌مزاجانه بود. با وجود این اکثر آثار برگزیده ادبیات روس مثل ترس بولبه گوگل و دانی آرام شالوخوف به قلم وی متعلق بود. ترجمه و تحریر اثرهای لنین کاری نهایت دشوار، مسئولیت دار بود و از جهت سیاسی قاعده و ضابطه های سخت و تا اندازه محدود داشت.
اول اینکه ترجمه باید به متن و اسلوب زبان روسی مؤلف مطابق و به عینه نزدیک باشد. از این سبب گاه مطابقت متن اصل و ترجمه را سخت رعایت کرده طبیعت و اصالت زبان تاجیکی را به مد دوم می‌گذاشتند. من که در تحریر اثرهای سیاسی نوکار بودم و چنین اسلوبی ترجمه حرف به حرف عادت کرده نمی‌توانستم و چنین کاری محدودی غیر ایجادی مرا دلگیر می‌کرد. دیرتر به کار ترجمه لنین مردخای بچایف شرکت کرد. این مرد اینتلیگنت یهودی بخاری که از حبس و تبعید سال 1937 بازگشته بود، با اجازه مقامات دخلدار به ترجمه لنین راه داده شد. بچایف در ترجمه لنین اسلوبی آزادتر و به طبیعت زبان تاجیکی نزدیک را پیش گرفت. در اکثر موارد جمله ها را به قسم ها تقسیم می کرد و به متن اصلی گاه عباره و ترکیب ها علاوه می نمود تا که مضمون و هدف مؤلف به خواننده روشن و مفهوم گردد. بچایف دیرتر به اسرائیل هجرت کرد. در آنجا سالهای دراز در ترجمه بیبل زحمات طولانی کشید، نهایت آن را به چاپ رسانید. افسوس که آنجا تنها بود و ترجمه کتاب بزرگ مقدس از تحریر خوب تاجیکی نگذشت. از این سبب در اسلوب و ترکیبات ترجمه بیبلی گاه نقصانهای جدی گوشخراش و تعبیرات نامأنوس زبان تاجیکی به چشم می رسد. کار تحریر را از جلد 5 نشر 4 اثرهای لنین به سروری پاشاجانوف شروع کردم. قسم اساسی این جلد عبارت بود از کتاب خیلی جالب و پرمحتوای لنین چی باید کرد. این اثر را پیش ساتیم اولوغزاده خیلی خوب ترجمه کرده است. بنابراین تحریر جلد هموار با سرعت تیز می رفت. تحریر و تغییرات ما بیشتر به نزدیکتر کردن متن به اصل روسی کتاب دخل داشت. شاید ما در این راه بر روح تاجیکی زبان ترجمه خلل وارد می کردیم، اما باطناً آرام بودم که به قبل حرف لنین در جایش ماند. قریب 4 ماه جای کارم از صبح تا گشت روز بنای انستیتوت مارکسیسم لنینیسم و مشغولیتم خواندن و حرف به حرف تحریر نمودن آثار لنین بود. رفته رفته به اسلوب تحریر تاجیکی لنین آموخته شدم. گذشته از این به سبک نهایت عجیب و گیرای زبان روسی لنین و عقیده و اعتقاد سیاسی و قرین می شدم. نهایت کار در تحریر ادبیات سیاسی تجربه و ذخیره لغوی زبانی مرا افزونتر کرد. در انستیتوت مذکور دایره دوستان و رفیقان کلانسال مثل دیهاتی و اولوغزاده و پاچاجانوف و احراری برای من مکتب نهایت پرارزش و ناتکرار آموزش آداب و اخلاق حمیده و زبان فصیح و تازه تاجیکی گردید. صحبت‌های پر از معانی و دوستی و مودت و مالامال از ظرافت و چکیده‌های شعر و ادب از زبان پیران خرد، یک کتاب پربار و پرارج دانش زندگی و حکمت حیات بود. با این همه نعمت‌های فراوان معنوی، کار افتخارمند تحریر به قول معروف داهی بزرگ باعث دلتنگی و ناقناعتمندی بود. من که همین حالا از مسکو با غیرت و نیت و نقشه‌های علمی و ایجادی باز آمده بودم، می‌خواستم در لانه خود با همجنسان و همکسبان باشم. در طول 4 ماه فعالیت محرریم بعضی لحظه‌های گوارای و واقعه‌های سرورانگیز نیز رخ داد که جای محرومیتی مرا از کارهای دلخواهم پر کرد. یکی از این واقعه‌های فرح‌انگیز به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان قبول شدنم بود. بعد از چند روزی به کار اکادمی سر کردنم، ترسونزاده مرا به حضور خود دعوت نموده فرمود که حجت‌های ضروری را برای قبول به عضویت تشکیلات نویسندگان آماده کنم که در مجلس نوبتی کاتبات این مسئله به روزنامه داخل خواهد شد. من می‌خواهم اکنون که بسترین آباد مقیمی شدید در حیات ادبی ریسپوبلیکمان فعالانه‌تر شرکت کنید. این مسئله طول نکشید. 29 سپتامبر مجلس کاتبات برپا شد. در مجلس
حضور داشتن اولوغزاده، معصومی، مریان ففانو و فاتح نیازی و دیهاتی حالا در یادم مانده است. ترسونزاده عریضه و حجتهای مرا به عرض حاضران رسانید. بعد از این 2-3 سؤال شد و معصومی و اولوغزاده در حق من سخنهای گرم گفتند و همه به یک آواز به قبول من به عضویت اتفاق نویسندگان رأی آشکار دادند. از روی قاعده های آن وقت حجتها را به مسکو فرستادند. پس از 5 ماه به من دفترچه عضو اتفاق نویسندگان SSSR را با امضای شادروان فدیف سپاریدند. خرسندی دیگر آن بود که بعد از 2 ماه زندگی در خاندان عینی از عمارت نوساخت اکادمی کوارتیر 2 خانگی دادند و من زود به این خانه خالی و بی‌جهاز کوچیدم. در مدت 1 ماه میز کاری، شکف کتاب، کتی آهنین خواب و باز چند اسباب روزگار را خریده زندگی مجردانه را آغاز نمودم. و نهایت شادی حیات 4 ماهه من در استالین آباد سفر به مسکو بود. من مخصوصا در عرفه عید نوامبر به مسکو سفر کردم که روزهای عید با عروس شونده خود باشم و درد و الم جدایی و دوری را از دلها براریم. خوشبختانه در آن روزها متوکل جان و برادرانم مهدی خان و ندیم خان نیز در مسکو بودند. هر دوی آنها تحصیل اسپیرانتور داشتند و ما چند روز را در شادی و سرور گذرانیدیم. این سفر پلی وسیله گردید که برای من راهی وسیع و سعادتمند را به مسکو گشاد. نه تنها راهی وصل و ملاقات با یار و همسری آینده‌ام بود، بلکه راهی روشنی بود که به فعالیت علمی و ایجادی بعدی من میدان فراخ باز نمود. مشکلات و معماهای سربسته را برایم آسان کرد، به رشد و پیشرفت معنوی و تفکرم مساعدت نمود. بعد از این به مسکو زود سفر می کردم، هم با امر دل خود، هم به مأموریت علمی و ایجادی، هم در راه سیاحت کشورهای خارجی و همیشه با نتیجه های پربار و پرمضمون و یک جهان نقشه و عزم و نیت های ایجادی به خانه می رسیدم. گذشته از این در سفرهای مسکو و پتربورگ دوستان و رفیقان نو پیدا می کردم که صحبت و الفت با آنها ذخیره ذهنی و حیاتی مرا روشن و پرثمر می ساخت. خلاصی کلام از سفر من شاد و خرم و آرام و آسوده بازگشتم. آسوده از آن بودم که محبت ما در مدت کوتاه باشد هم از سنجش وقت گذشت و هر دو هم باور داشتیم که 3 سال تحصیل دانشگاه سپری می شود و ما نهایت تقدیر خود را به هم می پیوندیم. امید دیگر آن بود که امکان داشتم در وقتهای پزمانی به مسکو سفر کنم و روزهای شیرین دیدار تلخی جدایی را دوا خواهد شد. با وجود دلبستگی به مسکو و یاد یاران مسکوی به استالین آباد زود خو گرفتم و عادت کردم. سبب این پیش از همه مشغولی شبانه روزی و کارهای اداره و غیر اداره. بجز این آمادگی جامعه جمهوری به جشن 25 سالگی تشکیل تاجیکستان در هیئت SSSR و گرفتن دوشنبه نام استالین آباد را بود. در این خصوص در مکتوبم به بشیر خان نوشته بودم: حاضر در استالین آباد یک وضعیت ایدانه حکم فرماست. کوچه ها را آرایش دادند. تمام ستونهای ترالیبوس را شینانده به رنگ نقره رنگ کردند. سیمها را کشیدند. در بالای هر ستون فانوس‌های الکتریکی شیناندند. تمام بناها را رمانت کرده شدند. چند بناهای نو به آخر رسید. راه وگزل را نو کردند. قصر مدنیت را چنان زیبا کرده انجام دادند که تعریف آن را به قلم کردن ناممکن است. شرح: بنای حاضره تئاتر به نام لاهوتی در اول همچون بنای قصر مدنیت کلخاسچیان ساخته شده بود. به بالای این هوا خیلی خوب. به کوچه برایید، تک و دوهای ایدانه را زود پی میبرید. خلاص 4 طرف خرسندی، شادی.
تئاتر اپرا بالت دلبر و اپرای نیسا را به صحنه می‌گذارد. 17 اکتبر کنسرت خاتمه‌ای هوسکاران بدیعی شد. پامیریان باز همه را قایل کردند. 21 اکتبر سال 1954. من در این وقت با خواهش نشریات دولتی به تحریر ترجمه رمان چرنیشفسکی چی باید کرد شروع کردم. به این وسیله با ترجمان اثر حسن عرفان شناس شدم. حسن عرفان را از بچگی غایبانه می شناختم. مسعود خان بهبودی، شوهر خاله پاشایم، دوستی قرین و دیرین این شخص بود. در حوله آنها نام حسن آقا را بسیار می شنیدم. می شنیدم که حسن آقا داماد سید رضا علیزاده است و آنها در گذر چهاررهه نزد مسجد خواجه زودمراد هر یکی در حوله کلان و باشکوهی دو آشیانه اقامت دادند. عائله مسعود خان و حسن آقا بین خود رفت آمد داشتند. مادرم چند بار با خاله پاشا مهمان همسر حسن آقا شده بود و از پذیرایی و مهربانی ایرانی آنها نقل می کرد. من در بچگی دو رمان مکسیم گورکی بچگی و در بین مردم را با شوق کلان خوانده بودم. نام ترجمان این دو کتاب ه عرفان و محرر ادبی استاد عینی بود. از پسری مسعود خان مدحت فهمیدم که ه عرفان همان حسن آقا است و عرفان تخلص ادبی اوست. دیرتر کتاب‌های رابینزون کروزوی دانیل دفو و بچه‌های کاپیتان گرانت ژول ورن را در ترجمه همین شخص خوانده خیلی لذت برده بودم. اکنون بینید که دیروزه بچه‌ای از ترجمه حسن آقا تعلیم گرفته امروز ترجمه او را تحریر می‌کند. این کار برای من افتخار بود، اما اندیشه و مسئولیت کلان در باطن داشتم. با وجود این شاد بودم که حالا با چنین شخصی نامدار ادبیاتمان شناس می شوم. جای استقامت عرفان همیشه سمرقند بود. تمام ترجمه های خود را در سمرقند انجام می داد و در مدت معین برای امضای شرطنامه ترجمه های کتاب ها به استالین آباد سفر می کرد. در اولی سالهای 50 عرفان در محل شهرچه طبی از حوله شناس سمرقندیش خانه ای را به اجاره گرفته در همینجا استقامت و کار می کرد. زنش فوتیده و او بی پرستار مانده بود. پسرش در استالین آباد معلم دانشگاه بود و او از پدر خبرداری می کرد. از طرف دیگر فعالیت ترجمانی عرفان در این سالها خیلی اوج گرفته بود و در سن قریب 70 سالگی رفت و آمد میان سمرقند و استالین آباد برای وی وزنین بود. خاله بچه من مدحت بهبودی به نزد عرفان زود می رفت و هر بار از زندگی آزاده و مرتب و صحبت‌های شیرین و دلکش وی به من نقل می کرد. به این طریق درباره شخص و رسم و عادات عرفان تا اندازه آگاهی داشتم. پیش از آن که به تحریر کتاب شروع کنم خواستم با ترجمان آن ملاقات داشته باشم. روزی بعد از پیشین نزد عرفان رفتم. شنیده بودم که وی از بامداد تا قریب پیشین کار کرده سپس بعد نهار استراحت می کند. عرفان به مراعات آداب نهایت شایسته از من استقبال نمود. گفت که از نشریات خبر رسیده است که تحریر کتاب را به من سپاریدند. درباره شما سخنهای خوب گفتند که هرچند جوان هستید در تحریر و ترجمه تجربه خوب دارید. عرفان عینکش را گرفته با لطه سفید آهری پاک کرد و به من نگریست. همانا می‌خواست مرا درست‌تر ببیند. به این کار تنها برای آن راضی شدم که شاید به این واسطه از ترجمه شما و خود شما زبان را باز هم خوبتر و پخته‌تر آموزم. در بچگیم ترجمه های شما را خوانده بودم و از آن کتاب ها زبان برآورده بودم. گفتم من با تفس و سرخی خجالت. آدمیزاد شیر خام خورده، گفت عرفان. قریب 60 سال است که ترجمانی میکنیم، لیکن از خطا ایمن نیستیم. در این کتاب هم سهو و خطا هست. شما نه به نام من بلکه به مغز من نگاه کنید.
هر خطایی که پدید آید استحاله نکرده گویید، تصحیح میکنیم. یاد دارم استاد عینی ترجمه تاجیکی بچگی را تحریر میکردند. پیشکی گفتند که من زبان روسی را نمیدانم، بنابراین بیشتر به زبان ترجمه دقت میکنم. اگر روسی را خطا ترجمه کرده باشید گناه به گردن شما. لیکن در رفت تحریر حس میکردند که گاه ترجمه به اصلش موافق نیست. میگفتند که در اینجا به نظرم ترجمه نادرست است. به اصل کتاب یک نظر کنید. دلم گواهی میدهد که گارکی اینطور نگفته است. در واقع متن اصلی را کشاده خوانم ترجمه نادرست بوده است. بینید عینی بیخبر از اصل روسی خطای من روسیدان را پیدا می کردند. شما هم عرفان ترجمان خوب و از من بهتر است گفته ترجمه را نخوانید، چون محرر عرفان کتاب را خوانید. هر سهو و خطایی که دیدید بی ابا گویید، به جان منت پذیر می شوم و قبول خواهم داشت. ترجمه عرفان را می خواندم و احسنت می گفتم که زبانی تازه و خوشاهنگ تاجیکی دارد. با وجود آنکه ایرانی الاصل است، در سخنش نقش آهنگ فارسی ایرانی احساس نمی شود. در حرف زدنش هم زبانی گفتگوی شیرین تاجیکی با لهجه سمرقند شنیده می شد. تحریری چی باید کرد زیاده از 2 ماه دوام کرد. در این مدت با حسن آقا عرفان بارها صحبت و ملاقات‌های دور و دراز دست می‌داد. و خردترین تصحیح و تحریر مرا قبول می‌کرد. اگر در جای ایرادی نادرست گیرم به نرمی و سخن‌های شیرین و شوخی آمیز شرح و توضیح می‌داد. از کتاب‌ها و سخن‌های گذشتگان و استادانش مثال‌ها نقل می‌کرد. در این صحبت‌ها عرفان از محیط ادبی سمرقند در اولی سده 20 از تشکیل مکتب و معارف تاجیکی بعد از انقلاب در سمرقند به رغم مقابلیت ملتچیان ازبک از معلمان و ناشران ترجمان‌های تاجیکی نشریات دولتی تاجیک در سمرقند و عموماً از تاریخ فرهنگ و ادبیات نوی تاجیک و نمایندگان آن حکایت‌های عجیب به میان می آورد. اکثر نقل و حکایت‌ها را بار اول از عرفان می شنیدم. هر بار بعد از صحبت به خود می اندیشیدم که کاش این مرد پردان از واقعه‌های تاریخ ما کتاب خاطره تدوین می کرد. 3-4 سال نگذشته بود که کتاب حسن عرفان با نام در کلبه کاسبان از چاپ برآمد. در این کتاب عرفان حیات شاهی بافیان ایرانی سمرقند را در اول قرن 20 تصویر نموده است. برابر همین در این کتاب محیط اجتماعی و علمی و فرهنگی سمرقند خوب تصویر شده است. ارزش کتاب عرفان در آن است که واقعه‌های اثر خود را همچون شاهد زنده و نویسنده ماهر حقیقت نگارانه تصویر نموده است. از طرف دیگر کتاب عرفان اثر یگانه نثر بدیعی ماست که حیات و تقدیر تاریخی تاجیکان سمرقند، ساکنان اصلی این شهر را در آغاز قرن 20 تصویر نموده است. حسن عرفان الحق از سیماهای درخشان فرهنگ و مدنیت ماست که خدمت‌های او در رشد و کمالات معنوی ملت تاجیک فراموش نخواهد شد. و سال 1973 در سمرقند فوت نمود و در قبرستان باغ شمال شهر مدفون است. یاد وی در دل ما زنده و عزیز است. در اول سال 1955 جلد 5 لنین را به زبان تاجیکی از چاپ برآوردیم. بعد از این از پاچاجانوف به اصرار خواهش نمودم که مرا دیگر از کارهای تحریری ترجمه لنین آزاد کند تا بتوانم به کار اصلی و دوست داشته کسب خود برگردم. پاچاجانوف راضی شد، ولی به خاطر آنکه قرار کمیته حزب تاجیکستان هنوز اعتبار دارد، من باید یک جلد لنین را خودم به طرز مستقل برای تحریر گیرم. پاچاجانوف تحریر جلد 9 را به ذمه‌ام گذاشت و از آمد و رفت به اینستیتوت آزادم کرد.